سلام و وقت بخیر خدمت دوستان. خب تو این قسمت میخوایم با هم ببینیم که خود آیلتس چه کارهایی برام میتونه کنه و در واقع آیلتس در واقع چه اهدافی رو به دنبال داره. نکنید آیلتس در کل خیلی خلاصه بخوام براتون میگم که خود توی سایت آیلتس هم به این اشاره کرده. میتونه به ما کمک کنه که برای در واقع خارج از کشور کاری کنیم، در واقع به ادامه تحصیل بپردازیم یا حتی مهاجرت کنیم و در واقع اهدافی که به دنبال داریم رو دنبال کنه. If you're looking to emigrate, an IELTS test score will put you on the right path. Together in your visa score requirements are different from country to country and may depend on the visa that you're applying for. همینطور که می‌بینید تو این قسمت راجع به مهاجرت صحبت کرده و ویزاهایی که در واقع توی کشورهای مختلف رو به ما ارائه میده میتونه متفاوت باشه. Studying abroad یا در واقع ادامه تحصیل برای خارج از کشور هستش که بسیاری از در واقع دانشجویان در سرتاسر دنیا و دانش آموزان برای ادامه تحصیل به مدرک آیلتس و حالا اسکورهای متفاوتی نیاز دارن که بتونن ادامه تحصیلشون رو داشته باشن و همینطور برای کار کردن در خارج از کشور. همینطور بعضی از کارفرماها نیاز دارن که شما مدرک آیلتس داشته باشین و در واقع شما رو توی مسیر درست قرار میده. این تمام مواردی هست که شما میتونید توی در واقع اهداف آیلتس ببینید و چیزی بیشتر از اون نیست و انشالله که با نمره مد نظرتون هست شما میتونید به هدف خودتون برسید.